خدا زده زدی کمپیره سه گناهی کلانترین یعنی که هیچ گناه برابر به این سه گناه نیست. هیچ گناه. یکم شرک به خدا، دویمش پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن عقوق الوالدین، رنجانیدن پدر و مادر، بی‌حرمتی پدر و مادر. پدر و مادر حرمت نکردن به عربی میشه آق، به تاجیکی میشه رنجاندن. به تاجیکی میشه رنجاندن. علمای اسلام میگن پدر و مادر تینه میتاری به چشمی مثلا با غضب اگر نگاه کنید تو آقی چی برسه مثلا به گپ گردانی، چی برسه به یک کاری که گوی زید شام بخورای گوی من مثلا شما را قبول ندارم بگم که امروز اکثریت فرزندای ما مقصدی کسل دارد. امروز در جامعه ما مقصد فرزندا انا همین حالت لغزش های زیاد داره، رنج پدر و مادر زیاد داره که ایره مقصد در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله آق آمده. ایره آق میگن. آق برادر عزیز معناش این نیست که تو مقصد چند پدر و مادر رو برنجانی و ای مرا آق نکده، چی آق نکده؟ نه گفت ما آقت کم. نه برادر عزیز لازم نیست که پدر و مادر بگن من تو را آق کردم بعد تو آق بشی. نه برادر عزیز رنجاندی، خفه شید، همین دیدی که روش ایتو ناخوب شیده. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیچی هم نگفت. همین روش گردان مقصد آلی گمپایی که تو مرا رنجاندی مقصد دعای بسیارت میکنه او درجه کلامه. مقصد او مقصد یک بلای کلامه. همین که روش به ایت ناخش کرد تو آقی برادره اگر چنده نکرد، اگر چنده نکرد که من تو را آق کردم. این مسئله بسیار جدی باشه جوانا، این مسئله بسیار جدی باشه و یک چیز بسیار دقت کنین یک گم برای پدر و مادر گردانده و خدا قسم خدا فرزند میده که 100 گپت میگردانه. گفتی اما خیام نشاطوری خدا رحمت کنه بزرگواره که بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد، یک بد نکنه تا به خودش 100 نرسد. یک بدی خدا 100 بدی میاره. یک گم به پدر و مادرت گرداندی حتما انتظار باش این فرزند را که تو کلام کردیستی یا آینده میخوای فرزنددار شوی، الکی خدا در عصبی او در فلش کرده سری او خداوند 100 گم گردانی را جا میکنه و ترمیدش. انتظار باش. ابی بکرت رضی الله عنه از پیغمبر نازنین حدیثی را روایت میکند که حدیث درجهش متفق علیه است، یعنی صحیح ترین حدیث که هم بخاری و هم مسلم در صحیح بودن این حدیث اتفاقی نظر دارند. هر دی اینها میگن این حدیث صحیحه، یعنی میگن متفق علیه. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک و مردم رو آورد و گفت الا انبئکم باکبر الکبائر.
ای مردم، در جمله گناه ها کلانترین گناه ها را شما را آگاه کنم که از اینها گناه های کلان دیگر نیست. از اینها گناه های کلانتر دیگر نیست. روایت دیگر در پیامبر صلی الله علیه و سلم 7 چیز یادآور می شود. 7 چیز یادآور می شود. 7 گناه در اونجا مهلکات میگن، گناه هایی که کسایی که صادر کنند گناه ها را هلاک می شوند. هلاک این گناه ها به معنای زهر، به معنای اینکه یک انسان زهر را بخوره. چی ما در راستای همون میگیم مثال دل خو آدم زهر خود هلاک می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این گناه ها را در مقصد اوجا میگه که هلاک کننده گناه هایی که صاحبش را هلاک میکنه. در اینجا کلانترین گناه ها نامیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم. اکبر کبائر یعنی گناه های کبیره هست، گناه های صغیره هست. گناه های کبیره با ترتیب دارن برادر عزیز. 1 2 3 مثال این خیلی کلانترین همین گناه ها را، کلانترین گناه ها را به شما بگو که 3 تا هست. صحابه ها گفتن یا رسول الله ولی برای ما مقصد گناه هایی که اینقدر شما اونها را کلان میگین، هلاک کننده میگین، اینقدر ضرر آور میگین مقصد بالای صاحبش، البته ما را آگاه بکن تا اینکه ما را مقصد احتیاط کنیم که در زندگی ما اون گناه مقصد مبادایی که پیدا شد و ما هلاک شویم. زین خاطر ما را از اونها آگاه بکن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکم گفتن الاشراک بالله، شرک به خدا. هیچ گناه برابر با شرک نیست برادر عزیز. و در جمله شرکیات برادر عزیز ولی ریا را پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله شرکی صغیر، شرکی میده. یک کار بکنی و به خاطر خدا نباشد، دل خو کاری نه، دل خو کاری ثواب مقصد خالص لله نباشد. و زبانت بگی خالص لله نه که در دلت مقصد این مردم که برای مردم، برای فلانی بکنم، برای که فلانی ببینه از من مقصد تعریف کنه، فلانی ببینه من خرسان بشه، فلانی ببینه مردم مرا تعریف کنه. ایره میگن ریا، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت اگر در عمل شما ریا پیدا شد، البته مثلا شما یک شرک اندکی را در عملتان جا کردید. روایت دیگر در پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ریا در هر عمل اگر جا شد او را از بین میبرن، نیست میکنن، او را میخرن، نیست میکنن. گویا شما هیچ عمل نکردید. دل خو عمل باشه، نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، خیر احسان باشه. کلانترین گناه برادر عزیز چی بوده؟ شرک به خدا، یعنی یک چیزی را در برابر خدا قرار داده، در برابر خدا یک مخلوقی را قرار داده و او را همچون خدا مقصد پرستش کردن، از او مقصد چیزی درخواست کردن.